من مدتی است مغازه مشتری ندارد. آیا اگر بروم دعا بگیرم کار درستی است؟ نه، دعا گرفتن برای مثل این که شما فکر بکنید که کسب و کارتون رونق میگیره، ما چون این دعایی نداریم. چون این دعایی که فکر بکنید که کسب و کارتون بس رونق بگیره، رزق و روزی شما زیاد بشه، ما چون این دعایی رو نداریم و که کسی این رو بنویسه بر روی بدن خودش ببنده، یا فرض کنیم که در مغازه خودش اینو به اصطلاح آویزان بکنه، رزق و روزیش دیگه زیاد میشه و مشتریش به اصطلاح زیاد میشه و فروشش میره بالا. نه، چون این چیزی رو نداریم. اگر چون این چیزی رو خود همون مولایی که نشسته تعویض میده، اگر چون این دعایی بلد بود، مجبور نبود که بشینه با اون بدبختی لب کنار خیابان و نمیدونم تو یک خرابه بشینه و تعویض میده. خب همین تو تعویض رو برای خودش مینوشت و میره مثلا راحت زندگی خودش رو میکرد، اما بیچاره از بقیه راحت در مونده و درآمد دیگری نداره، سر شما رو شیره میماله به قول معروف. و انسانای ساده‌لوحی مانند شما هستند، میروند بهشون پول میدند و اونا برای یک دعای مینویسند که بیا برو مثلا رزق و روزی تو باز میشه. نه، چون چیزی وجود نداره. برای این که رزق و روزی شما باز بشه، اولا رزق و روزی رو الله متعال میده. رزق و روزی رو الله متعال میده، دست دعانویس و افراد دیگری نیست که برای شما بازش بکنند یا این که به اصطلاح ببندندش. اعتقادتون بر الله متعال باشه، اسباب کار رو شما یعنی به کار بگیرید. متاسفانه بازار خرابه، اقتصاد خرابه، موارد زیادی به اصطلاح دخیل هستن در این که شما مشتری ندارید، ابزاری و علتهای ظاهری داره. شما باید این علتها رو مثلا پیدا بکنید و راهکار درستی رو مثلا پیش بگیرید. اما خودتون دعا بکنید، به جای اینکه بروید پیش این دعا نویس، خودتون دعا بکنید. من جمله دعاهایی که در این زمینه تاثیر داره از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده، اولش مثلا همین دعای حضرت موسی علیه السلام، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. این یک دعای جامع و کامل قرآنی هست، به هر نیتی که شما بخوانید انشالله که الله متعال اجابت میکند. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. و یک دعای دیگری هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده در اگر اشتباه نکنم طبرانی این روایت رو نقل کرده که رسول الله صلی الله علیه و سلم این گونه دعا می‌کردند که اللهم انی اسألک من فضلک و رحمتک فانه لا یملکها الا انت. این دعا را بخواند و جریانی رو تعریف میکنند که مهمان اومده بود خونه پیامبر و در خونش چیزی نبود، پیامبر همین دعا را خواند و الله متعال اجابت کرد. اللهم انی اسألک من فضلک و رحمتک فانه لا یملکها الا انت. این دعای دوم. یک دعای دیگری هست که خیلی معروف هست و که خصوصا برای